با بالا گرفتن اعتراضات بن علی در تلویزیون حاضر شد. او در سخنان خود می‌خواست مردم را نسبت به ماندن خود در حکومت متقاعد کند. نعم أنا فهمت الجميع البطال والمحتاج. اما دیگر دیر شده بود. مدافعانش از او پشتیبانی می‌کردند. در همان روز یعنی 14 ژانویه بن علی از تونس گریخت و به عربستان رفت. پوشش رویدادها توسط تلویزیون پخش نمی‌شد و از طریق اینترنت و فیسبوک اطلاع رسانی می‌شد. خیلی ها معتقدند که انقلاب تونس با فیسبوک به ثمر رسید. این انقلاب آغازگر انقلاب در سایر کشورهای عربی بود. قبل از شروع عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. بهار عربی از این شهر یعنی شهر سیدی بوزید آغاز شد. این شهر در فاصله 320 کیلومتری جنوب پایتخت تونس قرار دارد. محمد بوعزیزی میوه فروش 26 ساله، کسی که چهره جهان عرب را تغییر داد. ماموران استانداری او را کتک زدند. یکی از ماموران ترازوی او را گرفت. التماس او برای گرفتن ترازو بیفایده بود. ساعتی بعد محمد خود را در مقابل استانداری به آتش زد. تصاویر خودسوزی محمد به سرعت در اینترنت پخش شد. جنوب تونس به هم ریخت و مردم به خیابان‌ها آمدند. آنها ابتدا خواستار عدالت و آزادی بودند. سپس خواستار برکناری رئیس جمهورشان زین العابدین بن علی شدند. بن علی 27 سال بدون وقفه بر تونس حکومت کرده بود. با گسترش اعتراضات سیاست پلیسی بیفایده بود. در 28 دسامبر 2010 بن علی به ملاقات بوعزیزی رفت. سپس از طریق تلویزیون شروع به صحبت کرد. اما دیگر دیر شده بود. محمد بوعزیزی در 4 ژانویه درگذشت. مراسم او آمیخته با اعتراض و عزاداری بود. دولت قصد داشت جسد او را مخفیانه دفن کند، اما مردم به قصد دولت پی بردند. در شهر کراسی صدها نفر علیه بن علی تظاهرات کردند. تکتیراندازان 21 نفر را کشتند. در نهایت خونریزی متوقف شد. برخلاف پلیس، ارتش تصمیم گرفت که بر روی تظاهر کنندگان تیراندازی نکند. با بالا گرفتن اعتراضات بن علی در تلویزیون حاضر شد و در سخنان خود می‌خواست مردم را نسبت به ماندن خود در حکومت متقاعد کند. اما دیگر دیر شده بود. مدافعانش از او پشتیبانی می‌کردند. مدافعان بن علی به خیابان‌ها ریختند و از او طرفداری می‌کردند. بن علی در 14 ژانویه از تونس گریخت و به عربستان رفت. پوشش رویدادها توسط تلویزیون صورت نمی‌گرفت و از طریق اینترنت و فیسبوک انجام می‌شد. خیلی ها معتقدند که انقلاب تونس با فیسبوک به ثمر رسید. این انقلاب آغازگر انقلاب در سایر کشورهای عربی شد که به بهار عربی معروف است. باور کردن این دشوار است که این انقلاب با سیلی خوردن شروع شده باشد. صدای این سیلی آنقدر بلند بود که سرتاسر تونس و سراسر جهان عرب را در بر گرفت. اینجا مصر است، پر جمعیت ترین کشور خاورمیانه. 80 میلیون مصری در مدت 18 روز موفق شدند که حسنی مبارک را به پایین بکشند. مردم مصر در 25 ژانویه به میدان تحریر آمدند. همانند مردم تونس، آنها نیز برای عدالت و مقابله با ظلم به میدان آمدند. تظاهرات مردم مصر همانند مردم تونس با شهادت یکی از شهروندان شروع شد که از اینترنت به عنوان سلاح علیه حاکمیت استفاده کرده بود. این فرد خالد سعید بود. خالد سعید جوان 28 ساله‌ای بود که در شهر اسکندریه در ساحل مدیترانه زندگی می‌کرد. خالد سعید فیلم یک کارگاه پلیس را در اینترنت گذاشت. در این فیلم مأموران پلیس در حال فروختن مواد مخدری هستند که توقیف کردند. پلیس متوجه شد و به دنبال کشتن خالد بود. پلیس موفق می‌شود و خالد را می‌کشد. خانواده او موفق شدند که از جسد خالد عکس بگیرند و آن را در اینترنت پخش کنند. علاغنیم از مدیران گوگل در منطقه وقتی از داستان خالد باخبر شد، صفحه‌ای در فیسبوک به نام همه ما خالد هستیم ایجاد کرد. به سرعت تعداد زیادی از گروه‌ها و افراد مختلف به صفحه او پیوستند. از مهمترین این گروه‌ها جنبش 6 آوریل بود. این جنبش هماهنگی‌های تظاهرات را انجام میداد و در این اعتراضات خواستار مبارزه با فساد بود. ظاهراً مصر حکومت جمهوری داشت، اما در باطن پادشاهی بود. در زمان حکومت حسنی مبارک 40% مردم زیر خط فقر بود و این عامل مهمی بود که مردم سراسر مصر
به خیابان‌ها بیایند. مردم قاهره در میدان تحریر جمع شدند و از سیاست‌ها و سیستم سرکوب حکومت خسته شده بودند. در ژانویه سال 2011 طرفداران اعتراضات در صفحه فیسبوک به 400,000 نفر رسید و این فرصت مناسبی برای اعتراضات بود، درست یک هفته قبل از فرار بن علی از تونس. در 25 ژانویه که روز ملی ارتش بود، مردم زیادی به خیابان‌ها آمدند و جمعیت بسیار بالایی در میدان تحریر جمع شدند که روز خشم نام گرفت. آنان خواستار تغییر حکومت بودند. حدود 1,000,000 نفر در میدان تحریر جمع شده بودند. پلیس شوکه شده بود و بعد شروع به پرتاب گاز اشک‌آور کرد. تظاهرات در میدان تحریر تنها دولت مبارک را غافلگیر نکرد. سازمان اخوان المسلمین در این رویداد غافلگیر شد. این سازمان در سال 1928 تأسیس شد. علیرغم ممنوعیت فعالیت از کمک‌های مالی خوبی برخوردار بود و جزئی از بافت سیاسی و اجتماعی مصر بود. اخوان المسلمین آغازگر انقلاب نبود، اما از این فرصت استفاده کرد. در مرحله اول انقلاب که از 25 ژانویه تا 11 فوریه به طول انجامید، همه ایدئولوژی خود را فراموش کرده بودند و همه به دنبال یک تغییر بزرگ، یعنی تغییر رژیم بودند. علاوه بر مسلمانان، مسیحیان قبطی نیز به خیابان‌ها آمدند. این گروه که از قدیمی‌ترین گروه‌های مذهبی مصر بودند، تقریباً 15% جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند. این گروه بزرگ نیز در اعتراضات به مسلمانان پیوستند و خواستار سرنگونی رژیم شدند. در عوض حسنی مبارک پلیس را به خیابان فرستاد. سپس در 28 ژانویه تکتیراندازان بر روی مردم شروع به تیراندازی کردند و حدود 2,000,000 نفر معترض در میدان تحریر شرکت کرده بودند. پلیس بر روی مردم تیراندازی می‌کرد. صدها نفر از مردم در جریان انقلاب کشته شدند. مردمی که از مدت‌ها قبل اعتمادی به پلیس نداشتند. بار دیگر ناظر بر کشته شدن خود توسط پلیس بودند. در روز بعد ارتش از سلاح استفاده نکرد و خویشتن‌داری خوبی از خود نشان داد. ارتش یا باید در کنار حسنی مبارک می‌ایستاد و خیابان‌ها را با زور خالی می‌کرد یا با خودداری از تیراندازی به جزئی از نسل جدید تبدیل می‌شد. در 31 ژانویه نیروهای مسلح بیانیه‌ای صادر کردند و از اعمال خشونت خودداری می‌کردند. این عاملی شد که اعتراضات گسترده‌تر شود. هواداران حسنی مبارک با شمشیر و سلاح به میدان تحریر حمله ور شدند و با مردم معترض درگیر شدند. حسنی مبارک در تلویزیون ظاهر شد بدون اعمال هر گونه تغییر. بی‌اعتنایی مبارک کاسه صبر مردم و ارتش را لبریز کرد. جهان در وحشت نظاره‌گر خشونت بود. پول ثروت در حال خروج و کشور در حال فروپاشی بود. روشن بود ارتش نمی‌توانست میلیون‌ها نفر را زندانی کند. در 10 فوریه 2011 حسنی مبارک رسما استعفای خود را اعلام کرد. همه مردم در از بین رفتن رژیم حسنی مبارک تردیدی نداشتند، اما در مورد آینده سیاسی مصر هم امیدوار بودند هم بیمناک. امیدوارند که با سقوط رژیم مبارک راه را برای اصلاحات سیاسی کشور باز کردند. بیمناک هم به این خاطر که نمی‌دانند آیا همه شروط لازم برای تحقق دموکراسی فراهم شده؟ آیا جامعه مدنی خواهد توانست از استمرار خلأ سیاسی مصر جلوگیری کند یا آن را تبدیل به بحران سیاسی خواهد کرد؟ با محاکمه حسنی مبارک یکی از شروط مردم تحقق یافته بود، اما این همه خواسته مردم نبود. در مصر و تونس مردم بدون استفاده از خشونت توانستند حکومت را عوض کنند، اما در عوض زین العابدین و حسنی مبارک از ارعاب و شکنجه استفاده کرد. اما اینترنت توانست مردم را همبسته کند. با نگاهی که به انقلاب تونس و مصر انداختیم برایمان روشن شد که دوره مستبدان و دیکتاتورهای جهان به پایان رسیده. جهان عرب با دقت رویدادهای تونس و مصر و سوریه را دنبال می‌کند و مردمان می‌خواهند که سرنوشت خیش را خودشان تعیین کنند. با گذشت زمان جوامع تک‌صدا جای خود را به جوامع کثرت‌گرا می‌دهد که در وهله اول به دنبال حقوق پایمال شده خود هستند. در برنامه بعد خواهیم دید چگونه انقلاب‌های جهان عرب خاورمیانه را دگرگون کرد. چگونه جنبش‌های آزادی‌خواهانه علیرغم خشونت‌های گسترده راه خود را ادامه می‌دهند.